بابا گایدین مخمه رو بابا. آقا مایک دست منه، مایک دست منه. صدای من میاد؟ الو نوکرتم داشت. به جان مادرم من همین پریروز بود به نازی PM دادم، نازی خودش هم نشسته، گفتم نازی این کارا رو نکن، اینا میان تو روم به اولیور فوش میدن، بالاخای اولیور در نیا، این کس مادرها تو روم. ببین یه چیزی باید بگم نازی، من به مرگ مادرم قسم هیچ جوری تو رو نمیتونم بفهمم. بابا تو 9 ساله تو این پلتاک. ببین تو تنها نیستی تو این روم. ببین نازی گوش کن، من که پروبلمی با اون مادر جندا نداشتم که. من بند بودم از روم اولیور، یادته که می اومدم بهش فوش میدادم، همه اولیور کینگ میکردم، من میگفتم اولیور کس مادرت، من بند بودم از رومش. خب ولی چون ببین تو داری دم از مرام میزنی، مرام کدومه؟ منی که تو رو 9 ساله میشناسم دیدم با اون ور حال نمیکنی، گفتم نوکرتم، تو رفیق قدیمی منی، من میام با شما. درست میگم یا نه؟ در صورتی که من میام اینجا کلکل میگم. ببین بابا کیرم بابا، بچه ترون که بچه ترون یعنی خایمال، من کیرم تو بچه ترون؟ اگه بچه ترون یعنی خایمال، بابا این کاری که تو داری میکنی خایمالیه نازی، کجاش بچه ترونه؟ بابا بچه ترون یعنی خایمال نشد. ببین تو به قول معروف اونا تو اون روم شب و روز دارن فوش میدن، اولیور با تو حال نمیکنه. آقا من رفیق 10 سالم بهم کیر بزنه من مادرشو میگم. ببین مواظب حرف زدنت باش، نه چیزی نمیگم، این خایمالیه این کار تو. من حرف بدی نمیزنم به تو نازی، من به خاطر تو، به خاطر رفاقتم با تو اومدم تو این روم نشستم، تو خودت میدونی اینو. من کیرم تو کس مادر اولیور رو، کسی که خایمالی اولیور رو میکنه، کیرم تو کس مادرشون. اکثرشون هم بچه های یوکن تو اونجا میشینم، به کیرم تو کس مادرشون ریال لایف پاش بیفته. ولی بابا اون روز به PM دادم، گفتم به بچه ها میان اینجا به اولیور، ببین گفتم بچه ها میان به اولیور فوش میدن، ردشون نکن، بنسشون نکن، یا به قول معروف این ور جوبیم یا اون ور جوب. اگه اینجوری حاجی منم دیگه نمیام دیگه، بشینید با هم دیگه حال کنیم، من به عشق شما میام میشینم اینجا نازی کس مادرش. ببین اگه جنگله پس جنگلی برخورد کن. ببین نازی، ببین یه چیزو بذار من در آخر بگم بعد میام پایین. ببین من الان یوکم، خب من از رفیق بازی تو اینجا دارم میزنم، از کس کردنم دارم میزنم، خب از روزی یک کس مختلف کردنم دارم میزنم، میام به عشق شما میشینم اینجا تو روم، ادمینی میکنم تو روم شما، به عشق رفاقتم با شما. اگه اینطوریه من نیستم دیگه، کیرتونم شاید نباشه، خب پلتاک میاد و میره، ولی حاجی من با مرامم اینطوری حال نمیکنم. اگه قراره من تهدید نمیکنم. ببین تو اخلاقتو ببین اخلاقتو نگاه کن، من تو رو تهدید نمی کنم. من چه تهدیدی دارم تو رو بکنم؟ من یه یوزرم، تو رو هم تا حالا ندیدم، من احتیاج نیست تو رو تهدید کنم نازی. ولی میخوام بهت بگم یا مثل کف دست میریم جلو، کس مادر بدخواه، حالا میخواد اولیور باشه، بابا اولیور کیر منم نیست، آقا این اولیور مادر جنده چه که تو اولیور میکنی؟ یه آدم بدبخت قیافه کیری کس مادر جندش. تو 9 سال رفاقت منو با خودت به خیلی ارزون فروختی. بابا نازی کس و شر، من اصلا نمیفهم تو چی آدمه. من رفاقتمو با تو فروختم، آره من اومدم نشستم تو روم تو، رفاقتمو با تو فروختم. ببین جلو بچه ها داری چه حرفی میزنی، خیالی نیست. آقا بیاید بالا.